معرفی وسایلی که برای گلدوزی به اونها نیاز داریم. اولین وسیلمون پارچه هستش که پارچه 24 کانت یا گونی بافت هستش. نخهای پنگوئن هست. من اینجا از برند پنگوئن استفاده میکنم. برندی هستش که توی تمامی خرازی ها موجوده. نخهای پنگوئن یا همین نخهای گلدوزی هر رشته نخش خودش از 6 رشته نخ تشکیل شده. من کدهایی که برای نیاز داریم رو خدمتتون میگم. وسیله بعدی نخچین هست که اگرم نداشتین لازم نیست که تهیه کنین، از همون قیچی هم میتونید استفاده کنین. مورد بعدی که خیلی مهمه حتما باید داشته باشین خودکارهای حرارتی هستن که در واقع این مغزی خودکار حرارتیه. میتونید مغزی خودکار حرارتی هم تهیه بفرمایید. مورد بعدیمون سوزن هستش که خب خیلی مهمه. این سوزن رویال شماره 5 که من برای گلدوزی همیشه از این شماره استفاده میکنم که قد بلندی داره و برای گلدوزی خیلی کار ما رو راحت میکنه. مورد بعدی کارگاه هامون هستش. کارگاه های گلدوزی که این کارگاه های ژله‌ای هستن و این کارگاه هم کارگاه پلاستیکی که با پیچ تنظیم میشه.